آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. قبول بشه از دارید. سلامت ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عرض تعزیت و تسلیت و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، قبولی طاعات، عبادات، عزاداری ها. همین برنامه‌ای که الان دارن گوش میکنن که یکی از بهترین عباداتشون محسوب میشه. خدا انشالله این توفیقات رو روز افزون بفرماید بر همه شما. خدا متعال رو شاکریم که باز توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. ما نعمت‌های بسیار بزرگی داریم که باید اینها رو قدر بدونیم. یکی از نعمت‌های ما وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. با اون عمر کوتاهشون کوثری هستن که خیرشون عالم رو پر کرده، هم در طول تاریخ هم در عرض جغرافیا پر کرده. من یه فرمایش کوتاهی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم میکنم که حتما استفاده متبرک بشه برنامه ما به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. فرمود حب و الیه من دنیاکم ثلاث. از دنیای شما سه چیز برای من دوست داشتنی و محبوبه. اهل بیت فاطمه زهرا اهل دنیا نیست، فراتر از دنیا هستن. ولذا فرمود دنیای شما تلاوت و کتاب الله، نه فرمود تلاوت القرآن، تلاوت و کتاب الله، چون کتاب خداست، چون سخن خداست، کلام خداست، برای من محبوب، دوست دارم. و نظر فی وجه رسول الله، باز نفرمود و نظر فی وجه ابی، نگاه کردم به چهره پدرم رو دوست دارم. گفت چون رسول خداست دوست دارم نگاهش کنم. عرفان رو ملاحظه فرمایید. نمیگه کلام، نمیگه قرآن رو دوست دارم بخونم، میگه کلام خدا رو دوست دارم بخونم. نگاه کردم به چهره رسول خدا رو دوست دارم. و الانفاق فی سبیل الله، انفاق کردن باز در راه خدا، که شب عروسی پیراهن عروسی رو میبخشه. وقتی پیامبر فرمود دخترم خب همون پیراهن مستعمل رو میدادی به فقیر که براش فرق نمیکرد، برهنه بود میخواست پوشیده بشه. عرض کرد که من نمیخواستم به این آیه قرآن عمل کنم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به اوج نیکی نمیرسید مگر اینکه اون چیزی دوست دارید انفاق. من این پیراهن دوست داشتم، چون خیلی دوست داشتم انفاق کردم که این آیه رو عمل، به این آیه عمل کرده باشم. پس معلوم میشه این که فرمودن دوست دارن تلاوت کلام خدا رو، فقط هم یه تلاوت زبانی نبوده، بلکه عمل کردن به اون. بله عمل میکنه. میخواستم این آیه رو عمل کنم. پیراهن عروسی، اون شب عروسی بخشیدم به فقیر که چون دوست داشتم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی دوست دارید اون اگه بخشیدید اون وقت به اون اوج نیکی میرسید. خدمتتون هست. سلامت باشید. البته یه کار راحتی نیست، برای از زهرا راحت بوده، برای ماها چیزی که خیلی دوستش داریم معمولا اصلا نمیذاریم کسی که الگو بگیریم از ایشون، اهل قرآن باشیم. تلاوت قرآن، اینکه ما الان به صورت پیامبر نمیتونیم نگاه کنیم، اما عمده سیرت پیامبر هست، عمده سیره پیامبر که الان هست، به سیره پیامبر نگاه کنیم، انفاق کنیم در حد توانمون. هر حال نیازمندانی هستن که خدا دوست داره که به اینها انفاق بشه، میتونیم الگو بگیریم در حد توان خودمون. بله، نه چون اشاره به این انفاقشون و لباس عروسیشون رو انفاق کردین و اون آیه قرآن که هر چیزی که بهترین دوستش می‌دارین بهترین اون رو مثلا انفاق بکنین، میگم که برای ماها خیلی سخته. ما یه چیزی که خیلی دوستش داریم معمولا اجازه نمیدیم کسی تا شعاع چند کیلومترش نزدیک بشه، چه برسه که بخوایم اونو مثلا بخوایم انفاق کنیم کسی. ان شاءالله که خدا کمک بکنه بتونیم از چیزایی که دوست می‌داریم به راحتی بگذریم در راه خدا. بپرسم سوالات مردم. عمدتاً دوره آیه حسین زاده زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن درباره فاطمیه و حضرت زهرا است. حالا گفتم فاطمیه، همین سوال اول رو بپرسم. گفتن که برگزاری فاطمیه به چه دردی میخوره؟ چه مشکلی رو از ما رفع میکنه؟ یک حادثه‌ای در 1400 سال پیش رخ داده، ما چرا انقدر درگیر 1000 سال پیش هستیم آخه؟ اشکال این سوال اینه که خیال کرده که ما داریم از یک حادثه 1400 سال پیش تجلیل میکنیم، برگزار میکنیم. نه، ما یک مکتب رو داریم احیا میکنیم، یک مرام رو داریم زنده میکنیم، داریم
فاطمه زهرا که اسوه نیکی هاست، الگوی الگوهاست، که الگوی امام زمان که الگوی همه بشریت بلکه جن و انس حساب میشه، میگه ان لی فی ابنة رسول الله اسوة حسنه. فاطمه زهرا الگوی امام زمانه که امام زمان الگوی همه بشریت. ما داریم این الگو رو ازش تجلیل میکنیم، داریم این مرام رو، این فکر رو، اینها. بلا عزاداری مبارک امام حسین هم این نیست که حالا بخوام مثلا شمر 1400 سال پیش رو دربارش بحث کنیم. نه، بس شمر امروزه، بس صهیونیسمی که امروز داره بدتر از شمر 1400 سال پیش عمل میکنه، بدتر از اون کسانی که با اهل بیت پیامبر بد عمل کردن داره عمل میکنه. ما داریم یک مکتب رو زنده میکنیم، مکتب حق، دفاع از حق و تجلیل از حق. این یه نکته. بنابراین نه، ما برنگشتیم به 1400 سال پیش، بلکه بروزیم. تو این زیارت عاشورا میگیم که نی سلمون لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه روز قیامت یزید هست که ما بخوایم باش بجنگیم؟ یزید همون 3 سال بعدش مرد و تمام شد، هیچی ازش نمونده، هیچی ازش نمونده، نه قبری داره نه اثری داره. نه، یزید این سفیانیت و یزیدیتی که مد نظر هست و این فاطمیت که مورد نظر ماست، تجلیل از فاطمیه هست. نکته دوم این که خب ما داریم به قرآن عمل میکنیم. آیه قرآن مال 1400 سال پیش بود یا الان نیست؟ و ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. از مصادیق مودت فی القربى همینه که ما از دختر پیامبر تجلیل بکنیم، از حق دختر پیامبر دفاع بکنیم، ظلمی که به شده رو حدیث کنیم، گزارش کنیم تا کسی دیگه جرئت نکنه بعد از این کارا بکنه. باز این برمیگرده به همون مرام و مکتب و این چیزها. دقیقاً. مطلب بعدی بحث تعظیم شعائره. داریم شعائر رو تعظیم میکنیم. که مصادیق تعظیم شعائر همین مجالس و همین محافله. نکته بعد این که عرض کنم که این گونه امور و این عزاداری ها و این رفتارها آثار و ثمرات فراوان سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و ابعاد مختلف داره که بحرهای مختلفی داره. نکته بعد این که کسانی که این اشکال رو مطرح میکنن نمیتونن بین حزن عارفانه، اشک عاشقانه و اشک معرفت رو با حزن بچگانه، حزن مادیگرایانه، اینا نمیتونن اصلا تفکیک کنن. خیال میکنن این قصه، این عزاداری، این گریه همون گریه که کسی مثلا فرض کنم برای که حالا ضرر کرده داره گریه میکنه یا چیزی از اون قبیل. نمیدونن چه لذتی در این گریه هست. اینو مساویه مثلا با افسردگی میدونن مثلا، چون نمیفهمن که لذت و سروری که در این عزاداری هست، لذتی که یه بچه شیعه از این عزاداری ها میبره از همه لذت های عالم بیشتر. بهش بگن شما عرض کنم که همه بهترین لباس های دنیا رو بهت میدیم ولی حق ندارید پیرنسیا بپوشی محرم. میگه نه، همه لباس مال خودتون، من لذت پوشیدن پیرنسیا رو حاضر نیستم با همه دنیای شما عوض کنم. اینو کسی میفهمه که خودش تو این حال هوا باشه. چون علم از جنس علم شهودیه، از جنس علم حضوری، قابل انتقال هم نیست. تا کسی در این جایگاه نباشه لذت این عزاداری اینها رو نمیفهم، ولی ایراد میگیره. میگم از 400 سال گذشته حلوای تنترانی تا نخوری نداره. بله، تا نیان تو این چیز نبینن چه لذتایی داره اونا نمیفهمن و ما بهشون حق میدیم که ایراد بگیرن. شما بیایی تو این فضا بفهمی که فاطمه یعنی چه و آثار فاطمه رو ببینی، اون وقت قضاوت کنی، قضاوت درست. ولی شما که خارج از این گودید، خارج از این فضا و ساحت هستید، نظرتون نظر صایبی نیست. راجع به این بخش آخری که فرمودید انصافا خود من شاهد زنده و حتما تایید میکنن برای بچهای اهل هیئت که ما شادترین رفقامون رو تو هیئت‌ها پیدا کردیم. جای مختلف آدم رفیق پیدا میکنه دیگه، تو محیط کار، محل زندگی، این ور اون ور، ولی شادترین رفقای هیئتیم هستن.
مثلا لذتی که انسان از حضور تو اون هیئت آره واقعا مثلا یه بهجت غیر قابل وصفیه و میگم باید یه کسی خودش بچشه تا به متوجه بشه چیه ماجرا. بله. دست شما درد نکن. خب عرضم موضوع شما که گفتن که اگر حضرت امیر علم تکوینی به اون اتفاق دارد، چرا حضرت زهرا رو فرستادن دم در؟ چرا بعد اون اتفاق حضرت از اون حرفی نزدن و چرا قیام نکردن؟ در واقع 3 تا سوال شد. اول علم تکوینی داشتن، چرا فرستادن؟ حالا که علم تکوینی غلطه. علم دیگه تکوین و تشریح نیست. علم حقیقت هست و حقیقت هم تکوینه دیگه. علم به تکوین و تشریح تقسیم نمیشه. این می‌خواست بگه علم غیب، گفته علم تکوین. علم تکوینی. خواست بگه اگه علم غیب داشت، آره میدونست چرا این کار کرد. نکته دوم این که حضرت علی حضرت زهرا رو پشت در نفرستاد. تو خونه مردهای دیگری هم بودن. زبیر بود، 7-8 نفر بودن. چرا نرفتن پشت در؟ خود حضرت زهرا سلام علیها اومد پشت در که اینها حیا کنند و برگردن. چون اونها دنبال این بودن که یک دعوایی درست بشه، خونی ریخته بشه، آب گلالود بشه تا اونها بتونن ماهی مراد خودشون رو بگیرن. اونها دنبال این بودن که آب گلالود بشه. راهش این بود مردی بیاد پشت در، یه ضربتی بهش بزنن، جنگ شروع بشه، خون ریخته بشه. اونا دیگه بقیه‌شو بلد بودن تا کجا میخوان برن. من اینو توضیح بدم دوستان نداشته باشن. بعد از رحلت پیامبر اکثر مناطق از دین برگشته بودن. این جنگ‌های رده که مثلا داری که از جنگ‌های رده گفتن 700 از کنم که حافظ کل قرآن شهید شده. عجب. چه تعداد بودن که 700 نفر تو یکی از جنگ‌های رده شهید شده. حتی شهر مکه یک پارچه داشت از دین برمیگشت. شخص من سهیل ابن عمرو که در صلح حدیبیه نماینده قریش بود، اون گفت که مردم قریش، مردم مکه، شما قوم خویش پیامبرید، همشهری پیامبرید، آخرین افرادی هستید به پیامبر ایمان آوردید، حداقل اولین گروهی نباشید که از دین خارج میشید. صبر کنیم ببینیم چی میشه. اگه هم از دین برگشتن خب ما هم برمیگردیم. حتی شهر مکه هم در حال ارتداد بود کلا، فقط شهر مدینه مونده بود. حالا اگه مدینه یه جنگ داخلی توش درگیر میشد، از داخل بنی امیه و منافقین که ابو سفیان میاد خدمت امیرالمومنین میگه که تا حالا بنی عدی و بنی تی شایستگی حکومت داشتن. بنی عدی طایفه خلیفه دومه، بنی تی طایفه خلیفه اول. اینا کی تا حالا شایستگی این حرفا داشتن حال بخوان اونها بر ما حاکم بشن. شما بیفت جلو به امیرالمومنین. عباس هم پیامبر همراه خودش، امیرالمومنین همراه خودش آورد. بیفت جلو، من شهر مدینه پر از سرباز میکنم، سوار نظام، پیاده نظام. اینجا فرمایش حضرت که در نهج البلاغه هست که شوق و امواج الفتن به سفن النجاب، درباره همین پاسخ به همین بود که فتنه انگیزی نکن. من که میدونم غرض شما چیه، تو دلت به بنی هاشم سوخته که میخوای حاکم بشن یا میخوای اسلام رو ریشه‌کن کنی. خب اینا از درون میخواستن اسلام ریشه‌کن بشه و منافقین که گروه منسجم بسیار قدرت‌های خارجی هم مترصد بودن که یک جنگ داخلی داخل شهر مدینه بشه و اونها هم با یک حمله کلکو بکنن. در چنین شرایطی اونا دنبال دعوا میگردن، دنبال خونریزی میگردن. اهل بیت نمیخوان این کارو بکنن. امیرالمومنین بیاد جلو در، خب شمشیر میکشن به روش، اونم ناچار از خودش دفاع بکنه، خونی ریخته میشه. همین کافی بود که جنگ درگیر بشه. و پس چرا نیامدند؟ چون نمیخواستن اسلام نابود بشه. اومدنشون و شمشیر کشیدنشون مساوی با زدن ریشه اسلام. فاطمه زهرا اومد، گفتن خب ایشون که دختر پیغمبره، سفارش پیغمبر که یادشون نرفته، احترام میکنن بهش، برمیگردن. اونا حیا نکردن. با اونها گفت من هستم، فاطمه تو این خونه حسن و حسین هستن. گفت و این هر کس میخواد باشه، ما خونه رو آتش میکشیم، نمیشه چنان میکنیم. این هم یک نکته که باید توجه کنید، نکته مهمی است. چون کسانی که تاریخ رو ندیدن، اون حال و هوای اون زمان رو خبر ندارن، فکر میکنن که خود حضرت میاد پشت در، اونم دیگه فرار میکردن میرفتند و مسئله حل میشد. نه، اونا دنبال دعوا بودن، دنبال جنگ بودن که خونی ریخته بشه.
برای سوال بعدی هم من نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. در زمان ببخشید آقای عزیز، سوال بعدشون اینه که خب چرا از اون حرفی نزدن بعدا امیرالمومنین و چرا قیام نکردن؟ بعدن سوال آره. چرا قیام نکردن رو هم الان جوابش میخوام بدم. میخواستم بگم که یه مقدارشون که متول شد پاسخ این سوال، اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم از دوستان، یه عرض ادبی محضر از زهرا داشته باشیم، برگردیم باز ادامه فرمایشات شما در ذیل همین سوال رو میشنویم. السلام علیک ایتها صدیقه الشهیده. سلام خدا به وجود نازنینی که حرمتش شکسته شد، حقش غصب شد، قبرش از دیده ها مخفی است و قدرش از درک ها پنهان. فرمودن امام صادق علیه السلام تشبیه کردن به لیلة القدر وجود نازنینشون و خدای بزرگی هم که فرمودن و ما ادراک ما لیلة القدر. انشاءالله به قدر نیازی که ما تو این دنیا نیاز داریم آشنا بشیم با معارف فاطمی. دارن زحمت میکشن استاد محمدی در همین راستا. پاسخ سوالی که فرموده بودن پرسیده بودن بینندمون که چرا از تعمیر خودشون نرفتن دم در و اجازه دادن که و در واقع فرستادن از زهرا رو دم در و بعد از اون چرا حرفی نزدن و قیامی نکردن. بخش اول پاسخ دادن، بخش بعدی رو بشنویم. بله اینو داشتم عرض می‌کردم. در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام یک اتفاقی افتاد. دو تا خانم سر یه بچه دعواشون شد. هر دو گفتن این بچه مال منه، این پسر مال منه. خب اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت نصیحتشون کرد. گفت شما که خب یکیتون دروغ میگید دیگه. بچه دو تایی که نزاییدید. یا خانم بچه رو زاییده یکی دروغ میگه. هیچ کدام زیر بار نرفتن، کوتاه نیامدن. حضرت از یک اصل روانشناسی استفاده کرد. با یک چهره قاطع گفت که شمشیر منو بیارید. گفتن آقا جان چیکار کنی؟ گفت بچه رو نصف میکنم از وسط و هر کدومشون نصف بچه میدم. حالا که اینا کوتاه نمیان. یکی از خانم‌ها گفت نه آقا من بچه من نیست، بدید اون یکی. گفت مادر بچه اینه. تا آنقدر که جان بچه در خطر نبود از حقش دفاع میکرد. یه موقعی جلوتر بره دیگه بچه‌ای نمیمونه که حالا بخواد مال او باشه مال دیگر باشه. گفت بچه من زنده باشه در دامن نامادری بزرگ بشه. این جریان خود مولاست. تا انقدری که این نهالی که پاش خون ریخته شده، خون مولا ریخته شده، نهالی که او در بارور شدنش نقش اساسی داشته، تا انقدر که این نهال در خطر نبود در خونه مهاجر انصار رفت، از حقش دفاع کرد، بیعت نکرد، کاری که باید انجام میداد انجام داد. یه موقع جلوتر بره دیگه نهالی باقی نمیمونه که حالا بچه باقی نمیمونه که باید در دامن مادر باشه یا نامادری. گفت بذار اسلام زنده باشه، اسلام نابود نشه، حالا دسته ولی در دامن دیگری. این اون جریان خود حضرت بود. اگه حضرت شمشیر میکرد قیام میکرد چیزی از اسلام باقی نمیمون. با این شمشیر اسلام رو از ریشه زده بود و لذا حضرت استخوان در گلو به تعبیر خودشون و خار در چشم 25 سال صبرت و فی الحلقه شجا و فی العین قضا ارا تراثی نحوا. دیدم که دارن میراث به غارت میبرن ولی صبر کردم. چرا؟ برای حفظ اسلام، برای موندن اسلام. فاطمه زهرا همینطور بود. او هم اگر قیام کرد، اگر سخن گفت، اگر گریه کرد، همه اینها به خاطر حفظ اسلام بود. پس که حضرت چرا قیام نکرد؟ چون قیامش مساوی بود با نابودی اسلام و او نمیخواست اسلام نابود بشه. او پای اسلام خون داده بود و او برادرش حمزه شهید شده بود، عموش حمزه شهید، خودش در جنگ احد انقدر جراحت برداشته بود که اون کسانی که داشتن پاسمان میکردن با ناراحتی و دلهره اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما بر جان علی بن ابی طالب میترسیم، یه زخمو میدوزیم کنارش باز زخم دیگه باز میشه. بعضی گفتن 94 تا زخم بر بدن حضرت وارث بود تو این جنگ احد. خب کسی که این زحمت ها رو کشیده، اونایی که فرار کردن، جنگ رو رها کردن، در رفتن، بعضیشون تا 3 روز پیداشون نشده بود. بعد از 3 روز دیدن حال تازه داره سلانه میاد. تا 3 روز فرار کرده بودن، بعد از 3 روز بعد از جنگ احد، اونایی که کاری زحمتی نکشیدن برای اسلام. خب این نکته مهمی است. اما راجع به این که چرا امیرالمومنین علیه السلام نگفته، کی گفته نگفته؟ شما فقط نهج البلاغه رو ببینید، بارها حضرت فرموده، بارها دفاع کرده. یکی میفرمود من همواره مظلوم بودم از زمان رحلت پیامبر تعالی، که میفرمود که من عرض کنم که حقم غصب شد، من استخوان در گلو به خار در چشم صبر کردم. اینا گفتن نیست.
فقط همین خطبه سوم نهج البلاغه رو دوستان زحمت بکشن بخونن، کاری نداره، یه خطبه. بله. یه خطبه رو بخونن از اول تا آخر ببینن چی گفته حضرت، چی گفته نگفته. اون فرمایشات حضرت کنار قبر حضرت زهرا سلام الله علیها به پیامبر، خطاب به پیامبر، خطاب به پیامبر فرمود. بله، که بپرس از صفیت که چقدر زود به تو ملحق شد، سوال با اصرار ازش بپرس. خیلی حرفا رو به من هم نگفت که ببین امت چیکار کردن، امت جمع شدن که او رو له کنن، او رو اینا رو بخونن دوستان، تو نهج البلاغه هست. بله. دور هم نرن. برای این که حضرت نگفته یا غرضه یا بیسوادیه، نه، حضرت گفته، فراوانم گفته، بخواد جمع بشه خودش یه مقاله طولانی خواهد شد. و این که حضرت چرا عرض کنم که قیام نکرد، یه گوشهشو من گفتم، اما خیلی از نکات دیگه هم باقی است. یه نکته اینه که به هر حال امیرالمومنین علیه السلام اون چیزی که براش اهمیت داشت اسلام بود و لذا شما ببینید که بیشترین همکاری ها رو با حکام کرده، تا انقدری که از حقش دفاع میکرد، خب دفاع کرد، بعد اومد با اینها بیعت کرد و هر جا هم مشورتش می‌خواستن بهترین مشورت ها رو داده. الان تو نهج البلاغه بعضی از این فرمایشات حضرت هست. خب میتونست حداقل، چون اونا حضرت رو منزوی کردن، بایکوت کردن، ولی خود حضرت میبینید که مرتب میاد و هر جا گیر کردن کمکشون کرده. از خلیفه دوم نقل شد که 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. بارها میگفت که خدا منو زنده ندارد جایی که به مشکلی برخورد کنم و ابوالحسن اونجا نباشه. این یعنی که حضرت با همه وجودش، همه باز برمیگرده به همون نکته که عرض کردم، برای حفظ اسلام. چون اگر خلیفه دوم می آمد تو جنگ با ایران شرکت میکرد، ضربه به اسلام وارد میشد، ضربه بسیار کمر شکن. حضرت بهش میگه نه، اونجا نرو، اینجا باش، حمایت کن، اگر شکست خوردن نیروهای بعدی میفرستی براشون، تدارکات رو اینجا میفرستی، خودت رفتی اونجا، ایرانی بفهمن تو رفتی اونجا، میان جمع میشن تو رو میکشن و هیچ فایده هم نداره و سربازان وقتی میبینن که خلیفهشون کشته شده دیگه روحیه هم از بین میره و شکست میخورن. در حالی که خلیفه سوم بهش گفت که همه خودت برو، همه سربازان از مرزها فرا بخوان، حتی از مرزهای شام، روم، بله بله، همه رو فرا بخوان ببر ایران. خب اگه می آورد ایران و از اون طرف روم شرقی حمله میکرد، مدینه رو میگرفت، کل ریشه اسلام رو میزد، این پیشنهاد خلیفه سوم بودا. بهش گفت نه تنها تو خودت برو، همه سربازا هم از مرزها جمع کن ببر در جنگ با ایرانی ها. و اگر مرز خالی میشد روم حمله میکرد، چیزی از اسلام باقی نمیذاشت. تحمل کرد، صبر کرد، شمشیر نکشید. این دوتا رو به هم قاطی نکنن. شمشیر نکشیدن با سکوت کردن متفاوت میکنه. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی استفاده کردیم. اجرتون با حضرت زهرا زنده باشید. فرمایشات آقا، بخشی از فرمایشاتشون من یاد این دو بیت انداخت، بخونم و شما خداحافظی بکنم. گفتش که چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست، هیچ کس مانند او از حق خود محروم نیست. قصه های او عیان از گفته های او که گفت زندگی جز استخوان مانده در حلقوم نیست. یا امیرالمومنین، یا حق